سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پختوپزهای خانگی. ما امروز همراه با مناسبت 1000 подписчик شدنمان برای подписчик‌ها و تماشابینان ششلیک قیمه و ماهی بیریان تیار میکنیم. برای ششلیک قیمه با ما چی لازم است؟ من 1 کیلو گوشت به 100 گرم روغن من میسروبکا گذراندم و من یک دانه نان 250 گرم приправа тухми сабзӣ, болгари хушк ва дигар тухмои сабзии омехтакарагӣ, укроби хушк. Мана 3 дона пиёзи майда, 100 грамм бо равған барои рӯи шашликамон, намак ва мурч лозим аст. Мо ҳозир ҳамин нонамоя майда мекунем, ами трубка болои ҳамин фаршамоба мегузаронем. نان گذرانیدم. خیلی باید майда شود. برای به نهایت ششلیکمون داشتن به نهایت یاردم میکنه همین نان. من نان همراه میکنیم بالمی فرش به اکنون من پیاز امیسروبکا میگذرانیم. من جاهای نالازمیشه گرفته майда کره من امیسروبکا میگذرانیم باید майда شود. پیاز گذراندگی ما آبش جدا میکنیم. همین آبش جدا کنید ببینید همین ششلیکا سخت خوشرون بیان. همین آبش که کنید چقدر گم کشاده میشه ششلیکا. برای همین من هر سر همین آب پیاز جدا میکنم. پیاز جدا کردم اکنون همین پیاز آمیخته میکنیم بالین به همراه میکنیم. اکنون من приправа намак, این نمکش نمک نه مرچه همراه میکنیم. همشه رو آمیخته میکنیم سمی. همشه خوب آمیخته میکنیم. این ششلیک قیمه چقدر گوید رسیپتش به نهایت آسانی تیز تیار میشه. برای همین من بسیار همین رسیپت استفاده میبرم که همین تیز تیار شود ششلیکا. روی ششلیک منگل با میپزین. این ششلیک شما میتونید دخابکا با می تفتان با پزید به نهایت خوشرون بیاد. ببین ملایمی یگان قطع نمیکفد به نهایت بالازن بیاد. از من که منگل با تیار میکنم با این منگل به نهایت بالازت تر است. برای همین از من بیرون با منگل با تیار میکنم. به نهایت خوب آمیخته میکنیم. من دست خطی فهمانم من چقدر شیره دار شود باید من دستم ما شیرش تعیین شود. برای من نهایت خوشروه همین سیخ با میگذارد. من خودش تعیین شد شیره دار من دستم با معلوم میشد. من فرشم تیار شد. اکنون من سیخ با میگریم همین فرشایه با ما آبی شیر گرم لازم گرم تر باشد. دستم برای ترکره من فرشه میگریم همین کلالا کره فرشه میگریم. سیخ با میگذارم میکو. من همشه خیلی رزمیر میگذارانیم سیخ با. من ششلیکای گذراندم. همشه 10 دانه شد. ششلیک کلان کردم 130 گرم قریب همش یک خیل رزمیر کردم. من روغنچه майда کردم. من می دو تا طرفش روغنچه میکنیم. خواهید بسیارتر خواهید کمتر خواهید یک طرفش کنید. برای نغلطیدنش کم زیر میکنیم. همش بر روغنچه کردم. اگر شما در تفتان پختن خواهید من مغازه با من این خیل مخصوص میفروشد. چوبکچا میفروشد برای ششلیک این کلانتراش میبینید کلانش هم هست. اهمیت گرفته استفاده برای در این تفتان و به نهایت نقص.
من شما میتونید همین ششلیک گذرانیده تا 2-3 ساعت نگاه داریدم بینید ششلیکی ما خوش را میبیاد. من از 1 ساعت این ششلیک ما نگاه میدارم بیگاه تر به میپذیم بینید خوش را میبیاد انشالله. من ششلیک ما دم گرفت بیرون برامدیم منگل به اکو می علاب در میگیرانیم کمرکی من با همراهی من می جیتکست رسیابه هست مغازه من مریره خریدم به نهایت برای علابه در گیراندن یاردم میکند و زمین کی ما علابه در میگیرانیم. بینه چخیر علاب خوش رو در گرفت اکنون تا لوسیدنش ایقاق پایده میستی. من چگونه میبینید کامرای ما بینید خوش رو لوسیدن اکنون می کامرای منگل با تنوکره ششلیکای میچینیم. چگونه میبینید من ششلیکای چیندم منگل با من با کلاشکه با کمتر آب گرفتم که علاباش در گرفت با همراهی آب علاباش خاموش میکنیم. من 2-3 دقیقه استاد میگردانیم ششلیکای بینید بوی خوب میکنم. من چخیر رو تیار شدیم. من چگونه میبینید ششلیکای ما بینید من خوش رو تیار شدم بینید بوی خوش میکنم. من بینید در مدت 10-15 دقیقه تیار میشد علابی ما بلند خوش رو بود. من ششلیکای کو جمع میکنیم یعنی مزدش میفهمیم لذتش که چخیر تیار شده است. من چگونه میبینید ششلیکا به نهایت خوش رو تیار شدن اکنون ریزه کرم بینیم که چخیر تیار شده است درونش. چگونه میبینید به نهایت ملایمی ساچنی تیار شدن تماما خشک نیه عجایبات با لذت. چخیر شروعی با لذت تیار شدن مرحمت برای ششلیک حاضر باز ماهی بریانی به نهایت با لذت تیار میکنیم. حتما به ششلیک ماهی بریان بیایید подписчикам و تماشابینان عزیز. مرحمت من ششلیکی ما تیار. من اکنون ماهی میپزیم من ماهی سزن خریداری کردم به نهایت گوشتش ملایم و تیز تیار میشد. من ماهی مبارکی رمضان بام یک چند روز دیگه مانده است نصیب. من همه مردمی تاجیک و یکایک خانواده مردمی تاجیک را با ماهی مبارکی شریفی رمضان تبریک و تهنیت میگویم. بسیاری ها میخوان پیش از ماهی رمضان ماهی استعمال کنند. برای همین از من طرز تیار کنیشه در روغن و در تفتان نشان میدیم. بسیاری ها بریان کردهش دوست میدارن و بعضی ها در تفتان نشه دوست میدارن. برای همین حاضر همین ماهی تازه کره تیار میکنیم. من ماهی بیگان همین تقاره کلانتر میگیریم که همین شکمش آزاد خواره و من آبی گرم سخت گرم نیمی دستامو طاقت کنن آب گرفته ماهی با میریزیم. آبی همین گرمتری ما چی یاردم کند به نهایت همین ماهیه میوهاش بسیار نقص تازه میشه. ماهی 10 دقیقه نگاه میداریم در درونی آب. من تازه میکنیم ببینید چه به نهایت تازه کنیش آسان میشه. من به ملال میخیز و جدا میشه. من با همراهی دستم به نهایت من ملایم شو نه به نهایت نقص تازه میشه. من ماهی رو تازه کردم اکنون من می قلدری خاشه جاهای نالازم میشه بریده میگیریم. من یاشه گرفته میپرتم بسیاری ها میپزن لیکن من گرفته میپرتم.
ما ماهیه من همین طرفی پشتش من خودش من همین جبه مخصوص می سرخکچه است همینجا کارد زده میبریم من چاکرم من درونش من بینهایت آسان گرفتنش همین پشت بریده بید بینهایت آسان من درونش میگیریم من دیگه یگان چیش موندگیش نی من همین تمام بیام ملال تازه کنیش بینهایت آسان که ما اینه پالنی درونش تازه کره میشویم من درونی ماهی شدم من کنون کالشه جدا میکنیم من خودش مخصوص من نمی جاشای من همینجا کالشه جدا میکنیم به نهایت تازه کنیش آسان بسیاری ها تیارش میخرن که من سویجی گرفتم به نهایت تازه کنیش یگان خیلی دشوار نیه چه خوش رو تازه شد من ماهی خوش رو تازه کرم اکو ریزه میکنیم من ماهی های ریزه کرم اکنون نمک کره 10 دقیقه نگاه میداریم کمتر نمک با خودش گیرد من ماهی هم دم گرفت اکنون 6 دانه شد 3 دانشه در تفتان و 3 دانشه در روغن میپزیم من همین در تفتان پختنش من چخیل پریپراوا میکنم من پریپراوی خمیلی سونیلی به نهایت پریپراوش و من پسند است باشم به نهایت خوب من همین پریپراوا میکنم شما خواهید پریپراواهای ریب مخصوص برای ماهی هست اهمون کنید نکس این پریپراوش برای همه چی نقص منه اکنون کمتر آب لیمون من همین پریپراوی همه جاش به مخته کره من لیستی تفتان رو میگیریم من فالگه کرم شما میتونید مهیبه ماینیزم کنید نه که روغنین میشه در همین سبب من به ماینیز میکنم من فالگه میباشم اگر شما به فالگه نباشه میتونید لیست همین روغن کره کنیدم میشه فالگه محکم کره اکو همین ماهی با مدتی 20 دقیقه به 180 درجه به تفتان میگذاریم من اگر خواهین پریپراوا کنین نخواهین تماما یه من همین پریپراوا این برم کمتر میکنم بسیار کمتر به نهایت باش نغز میشه من اکو این روغن به میپزیم ازیر من روغن گرفتم به سکرواتکا بسیار نیه من همین سکرواتکا گرد شد اکنون من همین ماهیه گرفته آرد میزنیم من همین دوتا طرفشه آرد میکنیم اگر خواهیم من همین جاشه آرد کنید میشه من آرد کرده من آیسته روغن به میگذاریم علابی بلنده نیم علابی همین پستر به میگذاریم تماما ما ماهیبه نمیرسیم همین تا سرخ شدنش اگر ما اینه چند بار ماهی گردادن گریم تا سرخ شدنش ماهی ها تیز میشه برای همین همین تا سرخ شدنش ما تماما نمیرسیم آرد کرده به نهایت خوشرو افتاد ماهی منته هم به نهایت بالازه تو کمتر روغنین بودن من همین ماهی انتخاب کردم به نهایت خوشرو تیار میشه گوشتش ملایم ماهی یک طرفش سرخ شد به نهایت خوشرو افتاد طرفی دیگه چی میگردم تماما تا انمی سرخ شدن نجوم موندم طرفی دیگرش هم اکو تا سرخ شدن است تماما نمیدون بینیم من ماهی ها هم پختن من به نهایت سرخ شد من سرخشته با کو میگیم ماهی های
ماهی تفتان ما هم تیار شد. من چگونه میبینید ماهی های ما تیار شد. من اینش روغن به، من اینش تفتان به. اکنون من درونش میبینید ماهی ها چقدر تیار شدند. من روغن به پختگی ها ما چقدر بین نهایت من گوشتش ملایم عجایب پخته. من یک دانه ما بینش به قلدرقی کلانش های تمام. من اکنون من این تفتان با پختگیشم بینیم که چقدر تیار شده است. نه چقدر پخته است بین نهایت هر دوشم ملایمی عجایبات تیار شده است. شما هم حتما پیش از ماهی رمضان تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساتیه کنید و یارو دوستان را دعوت کنید. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.